اومدیم یه ویدیو دیگه. ما تو این ویدیو گیم نداریم، اومدم آموزش بدم که چجوری دسته رو با دسته بتونین دریم لیگ 2025 بازی کنی و آموزش وصلش رو بهتون میگم. خب بچه اولین کاری که میکنیم اول وارد تنظیمات بازی میشیم، بعد میریم اینجا که عکس دسته است. وقتی وارد این دسته شدیم توی دست راست اون دوباره عکس دسته است، روی همون کلیک میکنیم. اینجا چه میزنیم رو گزینه سومی، بهش رو گزینه سومی میبینی که اینجا آفه. اینو یه چند باری آف و آنو اینجوری میکنیم، بعد آنش میکنیم، بعد خارج میشین و بعد وارد چی میشیم، بریم تمرین، وارد تمرین میشیم، بریم ببینیم که کار میکنه یا نه. میبینید که بله دسته به دریم لیگ 2025 وصل شده و میتونید شما با دسته اینو بازی کنید. انا میبینید که با دستم خیلی کیف میده. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. لایک کامنت و دنبال فراموش نشه. اگه از این ویدیو آموزش خوشتون اومد توی کامنت یک قلب قرمز برام بذارید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.